سلام، من مهسا، به چنل من خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که 10 تا ماده غذایی رو با هم بررسی بکنیم که باعث افزایش متابولیسم و سوخت و ساز بدنمون میشه. توی ابتدای ویدیو باید بگم که ما با ورزش کردن میتونیم بخشی کوچیک از روند کاهش وزنمون رو طی بکنیم. درصد زیادی از روند کاهش وزن ما برمیگرده به رژیم غذاییمون. ممکنه که خیلی شنیده باشین که یک سری از مواد غذایی میان چربی سوزی میکنن یا باعث کاهش وزن ما میشن. حالا ما میخوایم بررسی بکنیم که این مواد غذایی دقیقاً چی کار میکنن و چجوری باعث کاهش وزن ما میشن. به طور کلی این دسته از مواد غذایی که به چربی سوزها معروف هستن میان متابولیسم و سوخت و ساز بدن ما رو بالاتر میبرن و باعث میشن که ما بتونیم کاهش وزن داشته باشیم. پس به صورت مستقیم روی کاهش وزن ما تاثیر نمیذارن، بلکه به عنوان یک مکمل در کنار یک رژیم غذایی و لایف استایل سالم میتونن اثرگذار باشن. پس اگه آدمی هستی که هفته‌ای 3-4 مرتبه فست فود، شیرینیجات و تنقلات استفاده میکنی، بهتره که دور این 10 تا ماده غذایی رو خط بکشی، چون اصلا برات کاری نمیکنه. برای شروع روزمون میتونیم از این 2 تا نوشیدنی استفاده بکنیم: چای سبز یا قهوه. بسته به سلیقه شما این 2 تا نوشیدنی علاوه بر آنتی اکسیدانی که دارن میتونن متابولیسم شما را تا حدی بالاتر ببرن. سرکه سیب قبل از وعده غذایی. مقداری سرکه سیب رو توی یک لیوان آب ولرم حل بکنید و قبل از غذای اصلیتون میل بکنید. سرکه سیب تا حدودی میتونه قند خون شما رو تنظیم بکنه و از پرخوری جلوگیری بکنه. ماده 4، زنجبیل با خواص ضد التهابیش میتونه براتون کمک کننده باشه. و ماده بعدی انواع ماهی‌های چرب هستن. ماهی‌های مثل ماهی سالمون که سرشار از امگا 3 هستن. استفاده از آجیل توی میان وعده میتونه خیلی کمک کننده باشه برای کاهش وزنتون و سیر نگه داشتن طولانی مدت. حتما توی رژیم‌های لاغری اسم کینوا و جوی 2 سرپرک رو زیاد شنیدید. این 2 ماده به دلیل فیبر بالایی که دارن میتونن ما رو توی طولانی مدت سیر نگه دارن. و اما تخم مرغ، ماده غذایی مورد علاقه من. توی طول روز هر موقع که گرسنه میشین و نمیدونین چی بخورین، تخم مرغ میتونه انتخاب خیلی خوبی باشه. تخم مرغ علاوه بر پروتئین بالایی که داره، توی عضله سازی هم خیلی به ما کمک بکنه. و اما آخرین ماده غذایی، ماست یونانی یا کفیر. شما میتونید به عنوان یک میان وعده ماست یونانی رو همراه با گرانولا مصرف کنید. ماست یونانی یا کفیر علاوه بر این که تنظیم کننده سیستم گوارش هست، میتونه روی سیستم ایمنی بدن شما نیز تاثیر مثبتی داشته باشه. در پایان، اگه که دوست داری متابولیسم بدن تو در کنار ورزشی که میکنی بالاتر ببری تا نتیجه بهتری بگیری، این 10 تا ماده غذایی رو در کنار یک رژیم غذایی سالم میتونی استفاده بکنی. ممنون که منو لایک و سابسکرایب میکنید.